منوری بوده نبوده غیر این قرآن شریف که میگه مونده بود این میگه باوام بعضی چیز قرآن شریف مونده بازم بارخوش ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله سعی میکنین خانیتون میسوزه چی ساز داشت؟ نه ساز گریه خدا میفهمه فقط چی قازم گریانا کردم تامیدین روزم زیاد چیق میزم گریه چیز اصلا نیست یک چیز که برای خنده میکنی هیچ چیز در خانه نمانه چیز اصلا از مردم میخوام که ماما کمک کنم خانه بجور کنم از الله متعال میگم خداوند هر چیزی که تو دادی گرفتی خداوند ما صبر میخوام از این مقام میخوام از خداوند صبر میکنم که میگم خداوند تو اولادای ما به من نگاه موندی که این خانه من چیزی نیست ما بردی صبر میکنم از خداوند میتونی دیگه چیزی میخوام حالا خیلی خانیتون بلند است شما عادت کردین؟ اجازه است؟ خب فقط این خانه شما بودی؟ این یک دولتی پس خانه بود یک اتاق این کل را به خاک آواشت هیچ چیز دیگه نیست این جز از این کالای لباسی مولادم نداره یعنی 10 سال چیزه یعنی خوراک باق میجا بود برنجابی و کل سوخته این اصلا نیست بود سوخته هیچ چیز نمونده تذکره کپی دی چیزا اشتکایم با کل سوخته منوری این خاله شارتی شده بود چی شده بود این؟ این دختر کلان ما مکتب مانده می اشتکار نگاه میکنم این نخوادم کار یا الماری از همه چی سوخته سوخته بگوی زرد منوری بوده نبوده غیر این قرآن شریف که میگه مانده بود این میگه باوام بعضی چیز قرآن شریف مانده اگه نیام در میگرفت اینجا قرآن شریف بود دیگه مکمل بالای سوخته کل چیز هیچ نمونده یعنی در جبهه قرآن شریف تو نسوخته؟ نسوخته با این قرآن شریف مانده دیگه همه چیز ریخته هیچ چیز نمونده این میگه بگوید این خانه وجود چیز بوده این هیچ چیز بگوید نبوده حالا قرآن شریف از اینجا مانده بازم بارخوش ماشاءالله ماشاءالله سبحان الله فقط فکر میکنه آدم که چیز آتش سوزی نشده قرآن میگم اون پایین مانده به احترام قرآن اینجا نسوخته اگه نمیو اینی هم سوالیش بالاش غریق شده بود این میدی در خانه میبینی هیچ چیز چقدر عظمت نشان دهنده عظمت الله متعال است با عظمت قرآن کریم فقط سکنین دوستان عزیز سبحان الله الله متعال ذات بزرگ است همه چیز در این جبه حریق شده جز فقط امی یک تاقچه که در قرآن بوده است و حتی دود سعید داخل زیرا پیدا نکده کاملا سالم است ببینیم همش سوخته وقتی قسم آتش سوزی میشه اصلا از معجزات است خیلی نادر است که فقط جبهه که در او قرآن است اصلا آتش نگرفته دیگه همش کاملا حریق شده است الله متعال رحم کنه امتحان آزمایش ابتلای از جانب الله متعال چند فرزند دارین 8 اولاد دارم 8 اولاد دارین 8 و شما خودتان کار میکنید رمی سال دست چی اگم تا بعد یک سال به 2 سال میشم داد چشم غیر اشک است دیگه چیز مست میال اشک باور که گم شده یعنی غیر از این پروردگار ما چیم گامی خداوند دیگه میفهمه حالت ما خداوند میفهمه دیگه چیزی میفهمه زیاده همین تفلک 2 تا بچه دارین چند تا بچه نه بچه 3 تا دختر دارم 5 تا بچه 8 تا اولاد شکر دارم 8 تا اولاد است اولاد کلانم دارم مکتب است نامده میشه که از مشکلاتتان بگین که شما جای کار میکنین تفلکایتان از چی طریق شما چی میکنین حمایت میکنین خوردن و پوشاک و لباسشون از طریق مسئله الهمانان پیدا از جا کار میکنم 150 به مخزن خوراکپا به میار پیدا میکنم دیگه چیز دیگه یک پوشخانه داشتم میام رفت هست و نیستی بو رفت جز از اینمی اولادای مانده دیگه چیز نمانده از مردم میخوام و من کمک کنم خانه ما جور کنم دیگه چیز میخوام کمک کنم کاری کنم خانه ما همین چیزاش به ما کنم همین کمک هم میخوام دیگه چیز نمیخوام همین کمک هم خانه ما جور کنم دیگه چیز نمیخوام امول از اینکه خانه تان حریق میشد شما خبر شدین که خانه در گرفته سعی میکنین خانه تان میسوزه چی ساز داشت نه ساز گریه خدا میفهمه فقط چی قازم گریانا کردم تامیدین روزم زیاد چیق میزم گریه چیز اصلا نیست یک چیز که برای خنده میکنی هیچ چیز در خانه نمانه جز اصلا از 5000 پام بود امو هم در منوری ماندم امو هم رفت سوق را پشت کار دیگه چیز نمانده بود یک موبایل بود موبایل هم سوق کل چی تذکرای کارت تولدش کل چیز یک اصلا نیست بودم با منوری با حریق شو سر رفت پشت کارش هیچ چیز نمانده جز اصلا نمی اولادایم
از مردم میخوام که با من کمک کنم خانه بجور کنم. حالا که مثلا بعض اوقات تنها میشین با خداوند الله متعال دعا میکنین چی میخواین از الله متعال میگم خداوند هر چیزی که تو دادی گرفتی خداوند من صبر میخوام از این مقام میخوام بس خداوند صبر میکنم که میگم خداوند تو اولادای من به من نگاه موندی که این خانه من چیزی نیست من بردی صبر میکنم بس خداوند میتونی دیگه چیزی میخوام. از مردم میخوام من کمک کنم خانه بجور کنن نمیره این کمک میخوام ما نمیشه ما از همین بعد چیز هر چیزی که رضا الله به اون تسلیم شدم میگم خداوند هر اکمل همین کدام علت بود کدام چی بود تو سوختان دی همین اولاده که من اینجا بود دگاوره بود دگمی به از اولاد ما 15 یک ماه میشه دیگه کمریخ میشه اولاد میگه بود این نجات شده دیگه کای دیگه نجات شده. فقط میخوایم یه خانه تون ترمیم شوه و او هم ترمیم شوه ای وسی ترمیم شوه اما همین چیز میگه خانه یک داره یک پس خانه را کمک کنن که همین جور شه یعنی بر از مردم میخوام. فعلا در کجا زندگی میکنی؟ فعلا در خانه برام است میخوایم میمان است مثل فکر که روی است می چیزی نیست خانه مردم زندگی میخوایم میبرم بگیم اینجا زندگی میکنم. الله متعال مهربان است. مادر بزرگوار شما تشویش نکنین ان شاء الله. دوستان عزیز قسمی که شما نگاه میکنین البته وضعیت خانوادگی مادر بزرگوار قسم است همه چیز به باد فنا رفته سوخته چیز باقی نمانده جز این کلام الله متعال قرآن مجید جز این دیگه در خانه این مادر بزرگوار هیچ چیز دیگه متاسفانه نمانده همه چیز حریق شده است. الله متعال در قرآن میگه که هر چیزی که بر سر شما میایه از جانب الله متعال است. حتما الله متعال میره در سرنوشت مادر ما نوشته اما نباید فراموش کرد بعض اوقات غفلت خود ما یگان مسائل سبب میشه که در واقع آتش سوزی شوه یا اما داشتهای خود از دست بدیم. میشه که مختصر اشاره کنین چه قسم آتش سوزی شکل گرفت چطور یک فریق شد خانه‌تان؟ نه نبودم گفتم خودم نبودم بیرون بودم این که جز از این تفلکای من نبودم یا فزنگم همسایم زنگم بیا خانه تاریش آمدم که گفته کدام اتفاقی اومد خلق است جمع که خانه بریق داد گفتم نبودم به سر نبودم. خب با تفلکای چه قصه کردن زیاد پرسان کردی خب اینجا به خورترک اینجا به دخترک باشه شما بین چیز نامه کرد؟ مسیح مسیح جان آتش سوزی چه قسم شد در خانه‌تان چه قسم درگیر کرد یک دفعه؟ شرطی برق شد. شرطی برق شد؟ چی ساکت از جای زدین یا چی رقم؟ نزدیم پس خانه چیز بند نکردیم. یک دفعه خودش لاین درگیر و اولش پس خانه سوخت؟ بازیجا سوخت؟ خودت کس صدا نکردی؟ نه بیادره ما صدا کرد. بیادرک تا خب رفتی تا مدرسه پس آمدی باز؟ نه نیا رفتم. خب و همه چیز سوخته میرخم؟ شرطی برق البته یک پیام از با دوستایی هم که نگاه میکنن که خیلی احتیاط کنن در ارتباط با برق احتیاط کنن چیزی را که روشن میکنن. الحمدلله ما در اسلام راهنمودایی داریم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که شما مهربانی میکنن وقتی شما استراحت میکنین آتش چیزی را که شما روشن کردین خاموش کنین هیچ آتش روشن نمانین. حال برق هم میشه که در حکم آتش بگیریم بله شما همه چیزا را سوچا را آف کنین چیزی که مازاد از ضرورتتان میباشه صاف کنین خاموش کنین. ان شاء الله مادر بزرگوار دیگه چه سوال نمی‌کنم خلاص دیگه خب ببین پیام ما خلاص خب دوستان عزیز ما ان شاء الله قرار است که خانه مادر بزرگوار را جور کنیم. شما میتونیم که در این امر خیر سهم بگیرین خانه‌شان را ترمیم کنیم قالین توشک وسایلی که مورد ضرورت حاجتشان است ان شاء الله ما بتونیم برشان فراهم کنیم. هرچند بسیار زیاد قسمت بالای کوه هم است ولی بر صورت اینا اینجا زندگی میکنن خانه و لانه و کاشانهشان است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مهربانی میکنه هر کس که مشکل از مشکلات بندگان الله را در دنیا حل میکنه الله متعال مشکل از مشکلات او را حل میفرماید مشکل از مشکلات اخروی زور حل میکنه. پس بیاین که دست هم دیگه را بگیریم ما انشالله یک هفته کنیم هفته فندرایزینگ میکنیم به خاطر این فامیل محترم. بعد از او انشالله شما نتیجهش حتما میبینین که چی تغییرات در نظام خانوادگی خواهر محترم ما و فرزندایش میآید. لینک ها مشاهده میکنین. سلام علیکم رحمت الله.